مثلا اینقدر دوست داشتم، خانواده پدرم خیلی ضعیف بودن، خیلی ضعیف بودن. به خدای محمد یک کلام شده بخ نمیگم. به 6 ماه بود عقد کرده بودیم. بابای دختر برگشت گفت بیا یا زن تو برزا ببر یا طلاقشو میگیرم. پرسون اومدن رفتم میشرک. اون موقع تو سرکان دهات بودیم. اومدن رفتم میشرک ولی هرچ بیمارستان پیدا کردم کلیه‌مو فروختم که بدون زنمو بیارم. اینقدر دوستش داشتم. یعنی کلیه‌تو می‌خواستی بفروشی که فقط خانومتو بگیری؟ فروختم بله. یه کلیه نداری الان؟ من ندارم. باباش برگشت گفت که بیا یا زن تو ببر یا طلاقش ازش میگیرم. نامزد بود، عقد کرده بود، خونه باباش بود. من رفتم کلیه‌مو فروختم، هزینه یه پولی جمع کردم، اومدیم عروسی کردیم. ولی متأسفانه اعتیاد منفی بلاش سرم آورد که زندگی من دست داد. الان با یه کلیه داری زندگی می‌کنی؟ حالا چون که زنمو دوست داشتم رفتم کلیه‌مو فروختم که تشکیل زندگی بدم، مساس بگیرم، عروسی بگیرم برای خودم. ولی این مواد متأسفانه من خیلی خار کرد. هیچ خوب برای خودم نگاه میگم خدا کنون زنه هر جا هست عاقبت بخیر بشه همین.